جای خودت احتیاط کرده دارات خوردیمه؟ ها داداش خوردم. از شما یک چیز التماس میکردنی بودم. اگر رخصت دید خانه مادرم برفته تا بابت گیرم بود. خونه مادرت برفته تا بابت میگیری؟ اونجا برفته؟ بر وقتر سیاحت شده میبین؟ چون که این بیماریم شمایم سخت مونده کرد. مایلش راو لیکن پیش از رفتنت یک تا سوال هم جواب داده راو. مایلش چی سوال؟ 5 سال پیش همین خانمه کلین شده آمدگی تنده همین بیماری بود می؟ نیکو داداش پس چرا بیمار شوی؟ باید خانه پدر و مادرت رفته تا بابت گیری. آخر توی بیمار کردگی پدر و مادرت یا اکا و اکایت نه، بلکه تشویش و معماهای شوهرت که برای حلش تو پهلو با پهلو ایستاده مبارزه بردی و بیمار شدی. بیماری تو، دردی تو پرابلمی پدر و مادرت نه، پرابلمی شوهرت. کی که سیاحت شوی بعد خنده کرده با دیدار بینیشون میروی. شما چی که گویید همون. بودگیدم با شکر داداش. دردی تو پرابلمی پدر و مادرت نه، پرابلمی شوهرت.